یکی از بزرگان میفرماید 4 گروه اگر در هر شهری باشند بلا و مصیبت از اون شهر دور می شود. 4 گروه: حاکم عادل، حکمرانی که عدالت خواه و عدالت گستر در بین ملتش باشد، پیش خدا خیلی قدر و اجر و منزلت داره. عالمی که پایبند سنت و طریقه پیامبر خدا علیه السلام باشه، و ریش سفیدانی که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند، بی تفاوت نباشند، و زنانی که حجابشون خوب نگه دارند و خدای نکرده بی حجابی نداشته باشند. اگر این 4 گروه در هر شهری باشه، بلا و مصیبت از اون شهر دور میشه، دردها، آفتها، طاعونها و وباها از اون جامعه دور میشه. که امیدوارم خداوند متعال به هممون توفیق دهد تا به وظایفمون آشنا باشیم، وظایفمون را به نحو احسن ادا کنیم و نسبت به همدیگر خیرخواه و مهربان و دلسوز باشیم.